یک دفعه چوب شدی. نه که در بینشان عکس سلیمان بود چطور؟ بله تغرل پدر. پیش از اینکه از او یتیم خانه فرار کنه یک هفته پیشش یک سگ گرفته بود. ولی تنها نقطه ضعف تو بیادر گم شدید است. دشمنایت از این نقطه ضعف تو استفاده میکنن، متوجه باش. اینا هیچ وقت فراموش نکنی. یک روز اگر از بیادرت خبر به دست آوردی تا تدبیر نگرفتی هوش کنی جای نری بچه. هوش کنی. ما به خاطر که یک بار دیگه بیادرم ببینم مرگ خدا قبول دارم پدر. گوش که چی میگم علی، برام وعده بده تا تدبیر نگرفتی هیچ جای نمیری. اگه نباز حق ما برات حلال نمیکنم. سعی استقرال پدر، وعده میکنم. ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. سلایتا بنداز شور نخوری. بنداز علی شور نخوری. سلایتا بنداز. سینان چشمایت باز کن بیادر جان. سینان چشمایت باز کن جان خواهر لطفا. سینان یک چیز بگو جان خواهر، مرا ایلا نکن، مرا تنها نمان. چی میشه سینان؟ لطفا سینان. سیفدا ما هیچ کار نکردیم. ما نکردیم سیفدا. ما هیچ کار نکردیم سیفدا. سینان لطفا چشمای دواز کن جان خواهر، چشمای دواز کن سینان. این خوب میشه، همونطور نیست، خوب میشه. مریم بگوید سینان خدایا چی میشه؟ کمکم کن سینان سینان جان خواهر، من پیشت هستم. چشمای دواز کن، من اینجا هستم. خونریزی شدید فشارش پایان میره. سینه صدای من میشنوی؟ چی میشه؟ تحمل کن جان خواهر. چی میشه؟ یک دونه سینان جان خواهر. سینان جان صدای من میشنوی؟ سینان اجازه بتن لطفا، خواهش میکنم. سینان جان خواهر، تو را زیاد دوست دارم.
ملا صاحب خدا داد تو از کجا خبر شدی که آمدی؟ خبر نشدم ملا صاحب. دیدم از اینجا تیر میشدم دیدم آمدم. حالا دیگه بریم. در اینجا چی گپ است؟ ملا صاحب کجا میبرین؟ از اینجا برو بیادرم توبه. نمیرم. یا ملا صاحب الا کنین یا مرام ببرین. سعیس خدا داد تو از دکان با کرد زنگ بزن از وضعیت خبر بسازش. حالا صحیح است ملا صاحب. بریم. گفت زنگ بزن. با کرد زنگ میزنم. خدایا چی میشه؟ سینان چیزی نشد. چی میشه؟ سفتا؟ جان مادر کجاستی؟ از تشویش کم از بمریم. سینان کجاست؟ مادر چی گپ از جان مادر چی شده؟ چی گپ از زن؟ چی شده ها؟ دیوانیم نکن گفتم چی شده؟ سر سینان فایر شده. جان مادر از خاطر من شد. فقط از خاطر من. بته به ما بته. بله سفدا پدر و مادر در وضعیتی نیستند که همراه گپ بزنن، اما ما پیششان هستم، تو تشویش نکن. شما در کدام شفاخانه هستین؟ ای پیلوت میشه بگویی ما چرا هر وقت در پیشی دواخانه میایم بیادر؟ یک چیز میفهمیم که میم وداد. هر چیز باید توضیح بتون برات. نه خیر نه، اما یعنی نه اما چی؟ پس پرسان نکو دیگه. بچه مگم شما نگفته بودین که سینان بر آخرین بار اینجا دیده شده بود؟ سینان گفتی؟ او را خو گفته بودیم در سرک بالا است پیلوت. برات گفتم بته. ببین گفتم بته. اگر این دواخانه را برات آتش میزنم بته. ده اونجا چی گپ هست؟ اینا رو بته. حالا بته. اینا رو بته. حالا دیگه اینا بته. زود باش. بته. گفتم هر چیزی که میگه بته. گفتیم به نسخه دوا نمیتیم. نیک نمیفهمی؟ نمیفهمم، خصوصا دوا که نخورم هیچ نمیفهمم. این دواخانه را سرطان آتش میزنم. میفهمی یا نه؟ درست است آقا محترم، درست است، آرام باشین. دخترم هر چیزی که میخواد برش بته که بره. این حالا صحیح شد. درست است. آدم شوین. تو چی میکنی دختر؟ دویگو تو چی میکنی؟ به خاطر دوا دادن به نسخه ضرورت است، اما واضح است که مشکل تو دوا نیست. ما حالا برات نشون میدم. باید کلوش بتی. گفتم باید بتی. نکو. بارم کلوش بتی. به پلیس زنگ بزن. درست است، این زنگ دواخانه را میزنم. براتان آتش میزنم. آتش میزنم. ده اینجا چی گپ هست؟ تو دیگه کی هستی ها؟ کی هستی؟ ای که ما کی هستم هیچ مهم نیست. مشکل تو چی است؟ تو را بگو. این زنکه دوایی را که میخوایم نمیتن. متوجه گپ زدنت باش آقای محترم. ما کلش مندازم. باز شما جمع کنین ها؟ مثل تو اور آدمای دیوانه باید در دیوانه خانه بستر باشن. چوب باش. ببین بیادر مقبولم. عصبانیت دشمن عقل است. تو حال کم آرام شو. گپ زده به تفاهم میرسیم. سعیس خشونت اولین کار انسان است. باید خونسرد باشیم، اما تو نیست. لوده بربر نکو. ببین گمشو برو. اگر این قارم سر تو خالی میکنم.
تو حالی رو بگی از اینجا برو. یعنی برو از دیگه جای دوایت بگی. ما اینجا را دگام گدوات میکردم اما خدایتان شکر کنین که این نماند. خدا را شکر. تو چرا به او آدم پول دادی؟ هر کس که صدایش بلند کنه باز به خاطر چوب ساختنش برش پول میتی؟ دویگو دختر مزیاق محترم تشکری کو به خاطر که ما ضرر نکنیم یک عالم پولش هم مصرف کرد. مصرف نمیکرد. من برش گفتم که به او آدم پول بده. تو چرا دوباره اینجا آمدی؟ خدایا توبه. دویگو خواهر با ما یک کریم بده. وضعیت اینجا رو نمیبینی ایزگی؟ حالا جانم پسان باز بیا. حالا دیگه سیزده و صورت ما بعدن میایم. اگه تو مداخله نمیکردی پلیس میامد دستگیرش میکرد. با این کارت به جزا میمانه. نمیمانه. ما میفهمیم که تو چی کنیم. یعنی هیچ گناهی به جزا نمیمانه. بالاخره عدالت الهی هست، همونطور نیست؟ البته شما در قصه این نشین یک کمی ورخطا شده از خاطر من به شما یک گلاس چای میخوایم. یعنی به کلی ما خوب میشه. چای فایده داره نه؟ درست است. من میرم 3 گلاس چای میارم. خودم جمع میتونم. شفا باش علی. تو سرش فایر کردی؟ شما برین دیگه کارا رو حل کنین. زود شوین. درست است آقا. سینان خوب است؟ ده عملیات خانه بردنش. از وضعیتش خبر ندارم. باشه یک بار زنگ میزنم. بسیار خوب میشه. پرسان میکنم. دادس امروز او بچه که زخمی شده بود تو را در کدام شفاخانه بردن؟ درباره وضعیتش به ما خبر بتین. امروز یکی به ما زنگ زد. درباره بودن تو در اینجا برام گفت و برام بعض گپ‌های دیگرم گفت. باز ما به اوزا زنگ زدم. از وضعیت تو خبر شدم. برات کالای دلخواهت آوردیم. با یادت هست؟ یا دفتر دلماری اتاقت یک چند تایی دگام از ای است. در اتاقت کس را اجازه نمیتم. ایره خو میفهمی که ما 5 سال پیشو دروازه را بسته کردیم. از اینکه واسکت زره پوشیدی به پرواهی نکردی بسیار خوب شد. تو در اونجا چی کار داشتی علی؟ از بیادرم در مقابلم استفاده کردن. اونجا به خاطر رسیدن به بیادرم رفته بودم. اما کلش یک دام بود. نفهمیدم. از بیادرت استفاده کردن؟
کی هست که بیادرت هم بشناسه علی؟ دقیقا امیره نمیفهمم. علی تو کل چیز از اول برام قصه کو زود باش. چی وقت آزاد میشم؟ تو در قصه دیگهش نباش. ما از هنگ زده کل چیز حل میکنم. سفدا مادر 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 این چی بلاست که سر ما آمده؟ مادر دخترم چیز خانه شدش نه؟ یعنی سینان خوب است دخترم؟ دکتر گفتم وضعیتش خراب است پدر. خدایا تو بچه ما را کمک کن. خدایا لطفا. سفدا تو تشویش نکن. ما هستم بیادر تا هیچ چیز نمیشه. امو آدمی کار کرده دخترم؟ علی او فاید کرده؟ چرا این کار کرده؟ چرا بچه ما با مرمیزد؟ چرا سر بچه ما فایر کرد بگو؟ به خاطر چی؟ نمیفهمم مادر. نمیفهمم. خب برام بگو دخترم این اتفاق چه قسم شد؟ وقتی رفتم ده اونجا بود، ده دستشم سلا بود، بالای سرشم استاد بود. بعدش پلیسا گرفته بردنش. گفت پلیسا او رو برده؟ یعنی که او نمرده؟ خداوند جزایش بده. در زندان بپوسه انشالله. کل چیز بسیار ماهرانه بود. کل چیز با کوچکترین و باریکترین جزئیاتش مد نظر گرفتن. اگه دی کار بازم دستوی گاره لعنتی باشه گپش خوبان. اگه کل دنیا پشتش باشه زنده نمیمونمش. فکر نکنم. نه کاکای جرأته ای کار دارن علی. میفهمن که از این دنیا گم میشن. اگه اونا نیستن پس کی هست؟ وقت تو سر وظیفه بودی کاتکی ها جنگ میکردی یادت هست علی؟ خائنای بسیار زیاد را از بین بردی. کلشان نفرای بسیار زیاد داشتن علی. تو اگر پشت گذشته را ایلا کنی گذشته پشت تو را ایلا نمیکنه. هیچ کس از گذشته فرار کرده نمیتونه. هر کار میکنی بکو و چیزایی را که در زندگیت پد کردی تنها مربوط تو نمیشه. ای را باز میفهمی. بله هنوزم در شفاخانه اسکوادار است. ما باید هرچی عاجل شفاخانه برم. حتی اگه عملیاتش هم موفقانه سپری شود اونا با خاطر چوب ساختنش میاد. بله کمک میخوایی؟ یک از دوستایم گروپ تا پیشت روان کنم؟ ضرور نیست. به خاطر که من از اینجا نجات دادی فکر نکن که من پس به تشکیلات میایم. از اینکه کمکم کردی زنده باشی. یک روز قرض من خودم میپردازم تشویش نکن. علی در بین ما ای گپا نیست بچه. تو برو
کارت حل کو بعدش باز گپ میزنیم. ها دستم درباره بیادرت اگه کدام چیز را فهمیدی با ما 100% خبر بده. ملا صاحب تو خوب هستی؟ خوب است ملا صاحب. یکی است. تو کتا چه قسم آدم ها سر کار داری؟ من شما را میشناسم. شما آقا کرد هستین. از کجا میشناسی؟ از موبایل. ما بودم که گفتم ملا صاحب دوزه است نه؟ خدا داد صدایی را که بشنوه دیگه هیچ وقت فراموش نمیکنه. دو سا موتر آوردن. دو وقت داد هر چیزی که در اونجا بود کل جا داخل موتر است. موتر اینجاست. در رابطه با این حادثه معلومات مفصل میخوایم. با وجود که ما هستیم ولی کی دام مانده میتونه. دانه دانه باید کلو آدم ها را به ما پیدا کنین. فهمیده شد که چی گفتم؟ موبایل تبتی خدا داد. بگی ملا صاحب. جواب بده. سیفدا خواهر جواب نمیده ملا صاحب. شاید ازتان قار باشه. جگر خون نباش. انسان کسی را که دوست داشته باشه ازش قار میکنه. سینان جان خواهد داره چی شده سینان؟ ما هیچ کار نکردیم. ما هیچ کار نکردیم سیفدا. سیفدا کاکا علی خو نمرده. خبر دارم. بیازو از امی خاطر آمدیم. به هر صورت در وقت جرم گیر آمده کاکا. تا چند سال از زندان آزاد نمیشه. اویگار قسمی که فهمیده میشه تو تا حال درک نکردی که او آدم کی است و چی کار است. فکر میکنی همین قسم در زندان است و در زیر علاشه 6 روز شمار میکنه؟ چی میکنه؟ از زندان فرار میکنه؟ ضرورت به فرار کردن نداره. در پشتش کلان تشکیلات است. یک راه پیدا میکنن. همیشه تو یک بلا را سر ما مندازی. برات گفته بودم از او آدم دور باش. از خاطر یک دختر ببین در چه قسم درد سر گرفتار شدیم. پلان بسیار خوب بود کاکا. کپچه موفق شده نتونست. با تو زنگ زد؟ نه، به خاطر که میفهمید در سرش بلا خود گم و گور کده. شاید هم زنگ بزنه تو کپچه را به ما بان. اما سینان ای که چی را چقدر میفهمم مطمئن نیستم. اگر زنده بانه و بگویه که کپچه سرش فاید کده بود باز او وقت اگر از رابطه کپچه هم با ما خبر شوه هر دوی ما زنده نمیمانیم. میفهمی که چی میگم؟ از عملیات که برای سینان میمونه. تو خو میگفتی که استاد علی آدم خوب است. همو تو را نجات نداده بود. از بچه ما چی میخواست ها؟ از بچه مقبولم چی میخواست؟ نمیفهمم مادر. نمیفهمم. باورم هم نمیشه مادر.
در مقابل بچهش بچه ما خواست. کدام چیزی گفتی کوکسال؟ چند ساعت شد؟ چی وقتی عملیات خلاص میشه ها؟ اینا معلوم است چی میکنن؟ اقارب سینان یلماز، بسیار یک عملیات سخت بود، اما با کمک خدا خطر رفع شد. خدایا شکرت، خدایا هزار بار شکرت. مادر دیدین؟ من گفته بودم نه که سینان خوب میشه، گفته بودم. میتونیم ببینیمش؟ وقت اونا رو به اتاقشان بردن، باز برتان خبر میدن. شفا باشه. خدایا شکر. چشمایتان روشن. مجبور هستیم اظهارات خانوادهش بگیریم. اول سینان ببینیم بعدش اظهارات بتیم نمیشه؟ بفرمایین خانم محترم، بیاز و قدر زیاد وقت نمیگیره. بریم جان مادر، چیزایی را که دیدی کلشانه برشان دانه دانه بگو. حالا دیگه کوکسال بیا. آقا ویگار، وقت در اتاق بردنش به ما خبر میدی؟ البته من دم اینجا هستم، تشویش نکنین. پایین شو. راه برو لوده. چی سیل داری؟ ادامه بده. بسیار تشکر. از ما چه میخوایی بیادر؟ هیچ چیزی رو که میپالیدی پیدا کردم. چی را بیادر؟ تو یک دوا کار داشتی نه؟ یادت است رو دختر دواخانه والا چیغ زدی؟ به یادت آمد یا نه؟ دقیقا مأمور برات پیدا کردیم. ببین اینجاست. حالا بازم خوش شانس هستی بیادر. خدا را شکر کن در مرحله قرار داری که دکترها جوابت دادن. اگه نه زیر تایر موتر میکدمت. بیا بگی. اما من پیداش کردم بیادر. ما به اجازه تان. اول دوایت بخو، بعدش باز رفته میتونی. چی عجله داری؟ ما بگی. بخو بگی اون عوام اونجاست. بخو دیگه. آفرین، قرتش کردی. این آرام بگی. گفتم بخوا. بچیم هر قدر زیاد بخوری اما قزود خوب میشی. آفرین. ما این آرام بگی. بگی چی کنم بیادر؟ پیلوت ودت تو مداخله نکو. به این آدم پست بیشرف ایره باید یاد بتیم که امرای دکترها و نرسا چه قسم رویه کنن. بگی لعنتی. زود اینا را قرد کن. بیادر چی که قدر دواره کاسه میخوره. بخلو ده. ما ده اینجا به مردم خدمت میکنیم ودت. بگی اینایشان بخوا. حالا دیگه دادانت پر تو احمق. پیلوتی آدم میموره.
من میمورم، تو میموری، من میمورم، اکرم میموره، کل ما میموریم، اما به مثلی آدم بیشرف پست نمیموریم. باش که میده شو شوه، باز خودش میفهمه وضعیتش خراب کرده. ده اصل قسم آدم ها را به جای دوا باید دانش فیر کنیم تا مستقیم به او دنیا بره. اما فکر کنم کمی انسان با انصاف هستم. حال گم شو برو لودی احمق، گم که خود از اینجا. از او سینان کدام خبری است؟ نه پیلوت. زنگ بزنین تا اویگار بیایه، شاید او یگان چیزی بفهمه. تو همینجا باش، خدا داد. سعیس ملا صاحب می باشم. روز روزتان بخیر. بخیر. سینان بفرمایید. المزد کدام اتاق مسترسک باشه جوان است. یک دقیقه صبر کنید. در اتاق شماره 114 است. زنده خواهش باشید. میکنم. وای اویگار، تو ده اینجا چی بد میکنی؟ در اصل تو ده اینجا چی میکنی؟ نه که در بین کارهای مخفیانت ایام است که به ملاقات آدم بیایی که سرش فایر کردی ها؟ تو چی میگی ها؟ حالا برم راست بگو، این کار تو کردی اما تو نیست. ما چی کردیم احمق؟ گپا دراز نکو ایگار، ای دامت تو به من مونده بودی. اگه ما تو راستم یاله برم بگو، اگه نی بسیار خوب میفهمم چی قسم سر گپ بیارمت. اگه حال گپ نزنی پشیمان میسازمت. دام تو چی میگی لوده؟ ما هیچ چیزی نفهمیدم.
یک دقیقه تو از اینکه سینان با مرمی زدی حال انکار میکنی؟ سیفدا با چشمای خود دیده که تو با مرمی زدیش. البته شاید این قسم پلان شده باشه که سیفدا مرده و حالت ببینه. ها؟ به نظرت امکان نداره؟ نفهمیدم. باش که برات خلاص بگویم. بیادر سیفدا در منطقه من مواد میفروشه. ما وقت مداخله کردم یکی از بیشرفا سینان اختطاف کرد تا مرا در دام بندازه. بعد شام قسم پلان جور کرده بودن که ما سینانه کشتیم. به نظرت امکان داره کل از اینا تصادفی باشه؟ نمیفهمم. چرا از من پرسان میکنی؟ نمیفهمم. اظهاراتتان خلاص شد. بفرمایید. بعد از خواندن امضا کنین لطفا. بسیار تشکر. شما رفته میتونین. من یک بار پیش سینان میرم. ببین اویگار، اگه دی کار دست تو باشه بازو وقت دی زندگی هیچ رای فراره نمی داشته باشی. حتی برات اجازه نمیتونم یک ثانیه دی دنیا زنده باشی. تو با کدام رو اینجا آمدی ها؟ پلیس! سیفدا صبر کن. سیفدا استاد شو. فقط یک بار بشنو. چی را بشنو؟ بیادر ما با مرمی زدی علی. نه سیفدا، بیادرت هم ما با مرمی نزدیم. دروغ نگو. با چشمای خودم دیدم، با چشمای خودم علی. سلا در دستت بود. سیفدا ببین، به خاطر که از پشت آدمه که بیادرت با مرمی زده برم او سلا در دستم بود. سر بیادرت ما فیر نکردیم. او بیشرفا برای مام دام مانده بودن. مرا تا اونجا کشاندن. ببین در اونجا مام چند مرمی خوردم. اما هیچ معلوم نمیشه که با مرمی زده باشنید. در جانم واسکت زری بود سیفدا. مرمی ها دوی ثابت کرده بود. از خود بی خود شدم، بیهوش بودم. وقتی که به اوش آمدم بیادرت در روی زمین بیهوش افتیده بود. با واسکت زره در دام افتیده بودی؟ چطور سرت باور کنم علی؟ سیفدا یک بار فکر کن، ما بیادرت چرا با مرمی بزنم ها؟ تو را خب پلیس ها دستگیر کرده بودن. از دست اونا چی قسم فرار کردی؟ خواهر سینان جان خواهر، یک دنی من پیشت هستم جان خواهر. دکترها گفتن کل چیز خوب است. تو خوب میشی، درست است؟ یا بیشرفی طرف بیا. چی گپ است بیادر؟ کسی که مواد لعنتی رو در این منطقه بخره و بفروشه کلشان از من میبرم. خواهر بگو جان خواهر. یادم اینجا چی میکنه؟ نترس جان خواهر، من پیشت هستم، درست است؟ هیچ کس نمیتونه در حقت کاری کنه. من پیشت هستم. پلیس ها چند دقیقه میآید. ایره حتما دستگیر میکنن، درست است؟ من پیشت هستم. اینا چی شدن؟ این پلیس ها چی شدن؟ سیفدا یک دقیقه گپ ما بشنو. فقط بریم یک چانس بده.
تو را ما با مرمی نزدیم سینان، ما فیر نکردیم. سینان بکو. یک نفر مرا اختطاف کرد، بعدش به یک جای بردیم. کی؟ ابی آدم بود؟ ندیدمش خواهر جان، اما این نفر در منطقه خودم مرا تهدید کرده بود خواهر. گفتی تهدید کرده بود؟ چرا؟ چطور تونستی او تو یک کاره کنی؟ مجبورم کردن خواهر جان. کی؟ کی کاره کرده؟ بازم امو آدم ها؟ پیلوت. بازی ها مرا تهدید کرد. تو با کدام حق بیادر ما تهدید کردی ها؟ اگه کدام جرمی داشت پلیس است، محکمه است، کار تو خونه است. اصلا تو کی هستی؟ میبخشی تو استاد علی هستی نی؟ کسایی که در منطقه ای کارا را میکنن زنده نمیمانیشان نی؟ از همین خاطر سر بیادر ما فاید کردی علی. پلیس اینجا پلیس نیست. پلیس یک دقیقه صبر کن، یک دقیقه آرام باش. ببین سر بیادرت ما فیر نکردیم، فقط یک بار برام اجازه بده کل چیز برات دانه دانه میگم. سینان سعیس قبول دارم من تو را تهدید کردم، اما بعدش چی شد؟ میشه کلش قصه کنی؟ بعد از اینکه از پیش تو فرار کردم، یکی دیگه مرا اختطاف کرد. دیدن نتونستم، چشمایم بسته بود. مامور صاحب، این نفر دستگیر کنین. سر بیادر ما فیر کرده. این بیادر ما زده، دستگیرش کنین. ما به گرفتن اظهارات مریض آمدیم. لطفاً اتاق خالی کرده میتونین که ما اظهارات مریض بگیریم؟ سیفدا بیبی ای کار هر کسی که کرده باشه، از هر کسی که دستور گرفته باشه، او را گرفته پیش رویت میارم، همراه تو وعده میکنم. یک کاری کنین، براتون گفتم که او را دستگیر کنین. او بیادر ما زده، چرا نمیفهمین؟ دستگیرش کنین. حادثه از طرف امرای ما به ما این قسم گفته نشده. لطفاً اتاق خالی کرده میتونین که ما بتونیم اظهارات مریض بگیریم؟ لطفاً بفرمایین. توبه خدایا. سینان آقای محترم لطفاً بیرون شوین، ما اظهارات میگیریم. لطفاً اون نفر دیدم. ده اینجا چی کار داشت دخترم؟ ها؟ نمیفهمم. او میگه که من نکردیم پدر. او آدم منصرف نمیشه. گفته باشم او آدم منصرف نمیشه. هیچ وقت نمیشه. سینان هیچ چیزا ندیده کاکا، چشمایش همیشه بسته بوده. خوب است. اگه کیپچه بموره باز علی از هیچ چیز خبر نمیشه. بریم خدا داد. باید او آدم را پیدا کنیم که رفته بیادر سیف داره زده. ملا صاحب او آدم کی است؟ نمیفهمم. وقتی نفهمین پیدا کردن نمیتونین ملا صاحب. اگه پیداش کنین باز میفهمیم. چه قسم پیدا کنیم؟
از خود یک آدرس مانده. از همون طریق پیداش میکنم. بریم. گفت بریم. یکی است. در وجودی آدم ها چی را پیدا میکنی؟ ملا صاحب، آقا کرد مرا چرا دوست نداره؟ دقیقش نشو خدا داد. دوست نداشتنم از طرف بعضی ها نعمت است. ملا صاحب این نمرات چرا قسم چرخک میخوره؟ کوشش میکنم به دوستی کسایی که سابقه جرمی دارن برسم خدا داد. اگه یه آدم سابقه جرمی داشته باشه باز حتما دوستیش پیش پلیس است. کوکسال؟ بازم میایه. باید زود بریم بچیم. تو علی را دیدی؟ خب تو ایگه پس کجا میفهمی؟ مام وقتی از دروازه میبرامد دیدمش. یک دقیقه تو از اون نفر چرا قدر میترسی ها؟ واضح است که امرای بچه ما کدام دشمنی داره بچیم. بیبی که تا شفاخانه خود رسانده او را باید پاد کنیم نه؟ والا توم راست میگی. اینجا امنام نیست. نه نیست. ما یک مفکوره دارم. آی دخترم، چرا درباره یاد صبرم واضح نمیگی؟ سینانم رای و آدم چی کار داشته؟ چرا پشت بچه ما پایلوچ کردن؟ تو ازم چی را پت میکنی دخترم؟ چی را پت کنم مادر؟ من چیزی را پت نمی کنم. ده صورت خیلی و آدم ده اینجا چی کار داشت؟ نمیفهمم. خب آمده بود که بگویم ما بیادرتا نزدیم همین. زود شوین. امیال از اینجا میریم. ای گپ دیگه از کجا شد؟ کجا میریم پنی؟ در یک ساعت باید از اینجا بریم. کلا چیز جمع کنین. آی کوکسال کجا میریم؟ بیبی سینان ده چی حالت است؟ براتان گفتم میریم خیریه اما قدر. کجا؟ به خانه آقا اویگار. چی؟ چطیات نگوین پدر به خاطر چی؟ اینجا امن نیست دخترم. یعنی چی که امن نیست؟ اقدر یک شفاخانه کلان در طرفش پلیس استاده است. پلیس ها امرای و آدم کار کردن نمیتونه. دیدی خانه سیفدا او را دستگیر نکردن. به خاطری که ما در امن باشیم آقا اویگار ما را در خانه خود دعوت کردن. سیفدا سینانا در خطر انداخته نمیتونیم. بیبی او آدم بسیار خطرناک است. حتی او آدم تا اینجا رسیده. تو خود دیدی یا ندیدی؟ من تو رام دیدم. امی تو نبودی که مرا فرار دادی؟ آیا ما به خاطر محافظت تو ای کار کردم. کسی که بیادر تو را امروز زده دیگر روز همراه توم هر کاری کده میتونه. خدا نگاه کنه. ما به خاطر خوبی تو درباره خوبی بدی ما فکر نکن. درست است؟ اگه خوبی مرا میخوای فقط از ما دور باش. فهمیدی؟ از ما دور باش. سیفدا بس است. بس است. آقا اویگار به خاطر که ما دائما باشیم یک چند وقت ما رو در خانه خود میمان میکنه. از بودن در گوشه های شفاخانه نجات پیدا میکنیم. نه که بعد از خانم با جایی که تشکری کنی بیبی که چی میگی؟ آقا اویگار بیازو سینان ده ای حالت رفتن نمیتونه نه؟ شما هیچ به تشویش ای گپ نباشین. کلی چیزا آماده میکنن. در خانه اتاقش آماده ساختن. براحتی از اینجا میبرنش. آی بسیار زیاد تشکر. شما را به زحمت ساختیم. نه زحمتی چی؟ ای چی قسم گپ است؟ دروازه خانه ما تا ابد بروی شما باز است. هر قدر که میخواین بوده میتونین. و دیگه ای که سینان در خانه ما بیشتر در امن میباشه. بسیار خوب متوجهش میباشن و بسیار زود خوب میشه و سر پای استاد میشه. بخیر انشالله. انشالله. مادر خانه این نفر چی باید کنیم ها؟
جان مادر چپ باش لطفا. سفدا بس هست. براتان وعده میدم شما را حتما از وادم نجات میدم. ما را از تو کی نجات خود داد؟ سفدا پدر در خانه آدم بوده نمیتونیم. خب حالا که در خانه هستیم از کی؟ از دخترم؟ از امی آدم نیست؟ چی فرق میکنه؟ میریم دیگه. گپ خلاص شد، از این بیشتر کلمه خراب نکنین. جان مادر یک دانیم حتما پدرت کدام چیز میفهمه. شاید در اونجا از سینان خوبتر مراقبت کنن. اوف مادر، اوف اوف. رئیس اگه علی خبر شوه چی؟ خبر میشه بان که خبر شوه بازار خو نمیبرن. اونا با دل خود میاین سارب. چی گفته میتونه؟ قسم که میگن درست است رئیس. آی سارب تو هم رئیس گفته بیخی دیوانیم کردی بلیاز خدا بس است. چی کنم مادر تو سالم است دیگه. او سال در گذشته ماند. تو هم نفر دست راستم هستی. حالا ما دیگه میرم. تو هم این کار حل کن. شما کجا میرین؟ پیش پیلوت میرم. هر دقیقه زنگ میزنه. خوب است که همه چیز از من خبر شوه. او را در جان علی مندازم. یعنی چه قسم؟ مگم سینان وقت مال پیلوت میفروخت زده نشد؟ او پیلوت بزرگ کسی که نفرش بزنه بازو هیچ وقت آرام نمیشینه. نه پیدایش کردیم. کی است ملا صاحب؟ نام اصلیش سید دیرمن است. نام دیگه شام کپچه. ببینیم یادم چی کارا کرده. اوه بسیار سابقه جرمی خطرناک داره. خلاصه سوانش کاملا پر است. ناحق او را برای کارا انتخاب نکردن. ملا صاحب یادم در کجاست؟ موبایلت بده. اینه بگیرید. انسان ها وقت زخمی میشن باز به جایی میرن که در اونجا خود امن احساس کنن. خدا داد میخواین از راه ها، از دیوارا، از انسان ها، از پلیس ها محفوظ باشن. یک بار بریم 4 دوره خانه آدم بگردیم که چی گپ است. بریم ملا صاحب. او آدم حتما دستگیر خود کرده. بریم. خواهر سینان گوش که او یعنی ملا علی زیاد انسان خوب است. اشتباه کردیم جان خواهر. معذرت میخوایم. گفتی که در منطقه مواد مخدر میفروختینی. با ما وعده داده بودی باز چرا رفتی که بفروشی؟ بازار سرمو کار کردن خواهر جان. من خوب برات گفتم. سیس دیر شد جان خواهر. دیر شد یک دونیم. تو کجا گم بودی اویگار؟ ها؟ زنگام باز جواب نمیتی؟ ای سینان هنوزم گم است. تو کدام چیزو شنیدی؟
تو خبر نداری پیلوت؟ خیریت باشه. ما چی را از دست دادیم؟ چی را نمیفهمم ایگار؟ ها؟ کدام حادثه شده؟ شایع حادثه شده پیلوت جان. او آدم لوده سینانه با مرمی زده. گفتی با مرمی زدیش؟ گرچه نفر تو حساب نمیشه اما وقت مال تو را میفروخت با مرمی زدنش پیلوت. او بچه از دان مرگ پس آمده. کی سرش فایز کرده؟ علی. علی وقتی او بچه گم شد باز اولین نفر از او پرسان کردم. برش گفتم تو کدام کاری کردی؟ او گفت که نه. حتی به من گفت نه که تو به کشتن نفرهای خود شروع کردی. میفهمی؟ خیلی چی میگفت پیلوت؟ هم نفر تا میخواست که بکشه، هم پیش رویت میآمد و میگفت که من با مرمی زدمش. باز او را زنده میماندی؟ ده فرقش با مرمی نمیزدی؟ این کار چه قسم شده؟ در منطقه در وقت فروختن مال که تو برش داده بودی گیر آمد. در یک گوشه برده و او بچه را کت مرمی زده. او بچه هایگار نه که تو به خاطر کشتن ملا صاحب سینان به او منطقه روان کردی. تو چی میگی پیلوت؟ ما تا حال از تو چیز را پد کردیم؟ بیبی واقعیت ای است که ما او بچه را در وقت فروختن مواد میخواستم که از اونجا نجات بتم. باز وقت ما به سیفده قهرمان میشدم. از کجا میفهمیدم که علی میایه و او بچه را میزنه؟ دزم مگم نمیگفتن که او آدم توبه کده؟ در جهنم کسی به قدم زدن یا چکر نمیره اویگار. متوجه باش که یک دفعه نسوزی. تو چی میخوایی بگویی؟ نه که ما کسی هستم که بیادر دختر را که دوستش دارم بکشم؟ ما ای قسم کار کده میتونم؟ باز میبینیم. هیچ چیز نمیفهمی. باز میگه که میبینیم پیلوت. و آدم حتی به خاطر کار نیمش حتی تانست که تا شفاخانه بیای پیلوت. مگم او آدم دستگیر نشده بود؟ پلیس ها آزادش کردن. بیبی پیلوت او آدم در تاریکی ها میبینه. ما در چشمای او آدمی که تاریکی رو میبینه. او در کجا ساله؟ برات خود گفتم که به شفاخانه آمده بود. 4 طرف شفاخانه پلیسان بود. حتی او رو لمس هم نکردن. کله خدا شور داده و از اونجا بسیار با جرأت برآمده. ما حال سینانه به یک جای امن میبرم. دیده شد که از نفرای تا محافظت کردن نتانستی پیلوت. خوب است اما او لشمک خود نفر پیلوت نیست. ای دیگه چی مانم تلوده؟ بالاخره وقت مال ما رو میفروخته ای کار شده دیگه. ازش محافظت میکنیم ایگار. محافظت میکنیم. تو تشویش نکن. ما از نفرای خدا محافظت میکنیم. از دوستای ما محافظت میکنیم. اما اگه کسی در روی ما خنده کنه باز پشت ما چا بکنه باز ما او را در همو چایی که کنده خودش دفن میکنیم. ودت حالا بریم دل پادشاه تاریکی را از زندگی بد کنیم. جانم شفا باشه. بیا. سینان چطور است؟ خوب است؟ خدا را شکر بهتر شده. تو خوب هستی؟ بیا بشی. 1000 بار شکر که سینان خوب است.
اما من زیاد خوب نیستم. چرا؟ ببین این سینانم خوب است. تو چه آدمی را که گفتم نجات ما میتبید حرم ازد. دقار خدا شود اگه بازم به فروش مواد مخدر شروع نمیکرد باز هیچ وقت هیچ جلو نمیفتادیم. مولا علی زدیش مطمئن هستی؟ نمیفهمم. میگه من نکردیم. اما من با چشمایم دیدم. اقا مصیبت برم بس نبود. حالا پدر میگه بخیزیم به خانه اویگار برین. به خاطر چی؟ میگه اینجا امن نیست از این گپا. نمیفهمم که او واقعا میخواید چی کنه. سلام علیکم شیر بچه. علیکم سلام. ما یک نفرم میپالیم. همراه ما کمک کده میتونین؟ والا نمیفهم که کی را میپالین، اما در یک جای متفاوت هستین. یعنی میخوایم بگویم که در این منطقه بجز از مصیبت چیز پیدا کردن نمیتونین. خیر ببینین. در صورت خیلی خودمو میپالیمش. او بچه اینا دیگه کی هستن؟ بریم یک بار ببینیم. بخی بچم که دیگه مشتری آمد. سلام علیکم. مانده نباش. علیکم سلام. قنده پدر بیا بشی بیا. یک دفعه بیا که کار دارم. بفرما استاد. حالا برای بیادرت یک دو گلاس چای نه بس لای موی نامدیم. یک نفرم میپرم. مولا سایبالک آمده موی مجور کنم؟ البته بفرما بیا. بچه تو می ریپاکا تبدیل کنه. ریپاکا آفرین. چی رقم جور کنم؟ نمیفهمم. خیلی با دل خود جور میکنم. من یادم هم میپرم. نامش سعید است. یک موضوع داریم که باید همراهش گپ بزنیم. ما نمیشناسمش. بچم تو بیبی که میشناسیش یا نه؟ متوجه باشی. نه استاد ندیدیمش. برو قنده پدر یک دو گلاس چای بر. حالا بچم آفرین. تشویش نکو پیدا میشه. اینجا منطقه خود ماست. هیچ گپ نیست. راحت باش. کپچه را میپالن. بر صورت درست از خودمو میپالیمش. حالا بخیز خدا داد. بشی قنده پدر که برات چای خواستیم نه؟ خیر ببینیم باز یک وقت دیگه میخوریم. سینان خوب استی جان خواهر؟ خوب استم خواهر جانم. تانستی چیزی را به یاد بیاری؟ مثلا چی را؟ چی بفهمم؟ مثلا چیری کسی را که تو را زده بود؟ چشمایم بسته بود خواهر جان. برات خود گفتم نه. صدایشم هیچ نشنیدی؟ به یاد ندارم. درست است. ها بیدارم شد. میرم بخیر. خیریه. کالاش در جانش کو. زود شو. میریم بچیم. میریم. آیسته بیادر. آیسته دقت کنی. متوجه باشین.
پیش دستم جان خواهر. آیسته ببرین که اوگار نشه. پدر مجبور هستیم به خانه اویگار بریم. پدر دخترم چقدر گپ کلان کردی؟ چند دفعه در این باره گپ بزنیم؟ هر چقدر که میگین بگوین، به خاطر که من نمیخوایم بفهمم. پیش سینان تو میباشی؟ بله میباشم. پس زود شد دیگه. جان خواهر. تو دمی گوش استاد باش خدا داد. خواسته اسم الله صاحب همی که آدم دیدم گوش تا میتم. باید با هم گپ بزنیم. کپچه واسکو دروازه را فقط با هم گپ میزنیم. چرا نوقت کردن؟ مگم ایناس پشت ما نمیمدن؟ حالا میرسن بخیر. نورتن، اتاق آماده است؟ آماده است آقا اویگار. ای که تو را به خاطر چی خواستیم فراموش نکنی. درست است آقا. ای خانواده چی میکنن، درباره چی گپ میزنن، از کلی چیز باید خبر شوی. هیچ چیز نباید از پیشت خطا بره. شما هیچ تشویش نکنین. ای را داخل ببر. جان مادر، بیادرت خوب است؟ خوب است دخترم. آیسته آیسته آیسته. درست است. همین قسم آیسته آیسته ببرینش لطفا. کلتان خوش آمدین. خواهش میکنم مثل خانه خود فکر کنین. بیگانگی نکنین. از این طرف برین دوستا. کوکسال، به نظر تو بودن ما در اینجا درست خواد بود؟ زن تو بگو کدام چاره دگام داشتیم. از او آدم هر قدر که دور باشیم اما قدر خوب است. من دیوانه خواد شدم. او آدم چرا در حق بچه می قسم کرد؟ که بچه ما چی دشمنی داشت ها؟ جان خواهر، به مادرمشان درباره مواد مخدر چیزی نگفتیم. اگه میخوای باز خودت گفته میتونی. زنده باشی خواهر. من چند دقیقه بعد میرم، چون اینجا بوده نمیتونم. من خود درک میکنی اما تو نیست. حق به جانب استی خواهر. کاش که با اینجا هیچ نمیامدیم. تو در این باره هیچ فکر نکن. باید فقط متوجه ساعتت باشی. بی از او پدر و مادرم هم اینجا هستن، زیاد اینجا نمی باشین. ما هم یک راه پیدا میکنم تا چند روز دیگه تو رو از اینجا ببرم. درست است؟ به خانه خود ما میریم، تشویش نکن. درست است خواهر، تو درباره من تشویش نکن. هر دقیقه برات زنگ میزنم یک دنیم. درست است خواهر، تو جیگرخون نباش دیگه. من خوب هستم. اگه کدام مشکل پیش شد به من زنگ بزن. هر دقیقه زنگ بزن. صحیح است. اینجا بیا. متوجه خود باش.
سفدا چرا قسم میکنی؟ چرا از من میترسی و فرار میکنی؟ ما به جز از دوست داشتن تو دیگه چی کردیم؟ واقعا به یاد نداری که چی کرده بودی ها؟ معذرت خواستم. بازم میخوایم. بیبی هر کاری که کردیم به خاطر عشقی است که نسبت به تو دارم. گفتی عشق؟ تو به این عشق میگی؟ افسوس به تو. واقعا افسوس به حالت. میفهمم که اشتباهی بزرگ کردیم سفدا. اما برات خود میگم به خاطر عشقی است که نسبت به تو دارم. حتی نمیخوایم بشنوم، فهمیدی؟ دیگه نمیفهمی، من از تو نفرت دارم. دیگه خودت در نظر من اینقدر تحقیر نکنی کار. ولی از خدا کم غرور داشته باش. عشق تو به من هیچ غرور نمانده سفدا. فکر میکنی از عشقی که نسبت به تو دارم منصرف شده میتونم؟ عقلم دیگه کار نمیکنه. با جز از دوست داشتن تو به هیچ چیز فکر کردن نمیتونم. وقتی که توی قسم به نفرت طرف میبینی، باز وقت ای دنیا برای مثل یک چای تاریک میشه. فکر میکنم به خاطر محبتم هیچ چاره‌ای پیدا کردن نمیتونم. بیبی خواهش میکنم مرا ببخش. خواهش میکنم مرا درک و ببخش. بیبی فقط به خاطر عشقی که نسبت به تو دارم معذرت نمیخوایم، اما به خاطر هر کاری دیگه ای که کردم متاسف هستم. معذرت میخوایم. مرا ببخش. گوش کو ایگار آقا، کل چیز یک طرف، اما به عشقی که نسبت به من داری اصلا باور ندارم. چیزی که تو پشتش میدوی او چیز عشق نیست. تو فقط به سر هوس خود نام عشق ماندی. او چیزی را که تو میپالی من ندارم. نام تمام خواستایت سفدا ماندی. فکر میکنی اگه به من برسی باز به کل چیز میرسی، اما اشتباه فکر میکنی. گوش کن، من برات یک نصیحت دوستانه میکنم. تو مرا فراموش کن. میتونی زندگیت از یک جای دیگه شروع کنی نه؟ نکو سفدا، خواهش میکنم نکو. من بدون تو زندگی کردن نمیتونم. ای کار کردن نمیتونم. در دست خودم نیست. در ای دنیا با جز در کنار تو در هیچ جای دیگه بودن نمیتونم. درست است، میفهمم. قار شدن سر من کاملا عادی است، اما به خاطر هر کاری که کردیم بسیار معذرت میخوایم. میلیون ها بار برات عذر میکنم. خواهش میکنم مرا ببخش. لطفاً به من یک چانس بده. یک چانسی آخر. هر کاری که تو را جگرخون ساخته، به شمول هر کاری که همراه پدر شده، تمامش جبران میکنم. تمام او خاطرات بعد را که به خاطرش مرا بد فکر میکنی پاک میکنم. من نتونستم آدمی شوم که تو فکر میکنی. برات آدمی را نشان میتم که غیر از دوست داشتن تو دیگه هیچ گناهی نداره. باور کن. تو را زیاد خوش نگاه میکنم. بس است. نمیخوایم دیگه بیشتر ازی بشنوم. درست است. صبر کن. اگه میخوایی به اتاقت برو استراحت کن. درباره کل اینا پسان گپ میزنیم. بیا که اتاقت برات نشان بدم. بهترین اتاق برات آماده کردیم سفدا. چطور یعنی؟ تو واقعا فکر کردی که من اینجا میباشم؟ حتی در خوام دیده نمیتونی. سفدا، دخترم کجا میری؟ میرم پدر. سفدا، مرا چرا درک نمی کنی؟ برات میگم که در بیرون امن نیستی. پدر شما چرا مرا درک نمی کنین؟ اینجا خطرناکترین جایی در دنیا بم است. آیا اگه او آدم همراه تو کدام کار کنه چی؟ چت یاد نگوین مادر. چرا باید تو کنه؟ او قدر وقت خانی او آدم بودم همراه هیچ کاری نکرد. در ذهن به خاطر من مرمی خورد. چرا باید آلی قسم یک کار کنه؟ در او صورت خیلی چرا بیادرت ازد؟
مواد مخدر نفروخت. آی کوکسال کوکسال نکن لطفا. رو برم بته. او دیگه موسوس ای دیگه موسوس. یعنی حالا میخوای در مقابل ما از آدم که بیادرت زدن دفاع کنی؟ پدر من از هیچ کس دفاع نمی کنم. چرا نمیفهمین؟ کمی منطقی فکر کنین نی؟ واضح است که بین علی و سینان کدام گپ شده، اما چرا در حق من کاری کنه؟ تو دزم اینقدر ترس به جایتان درک کردن نمیتونم پدر. کدام گپی است که ما نمیفهمیم؟ نه جانم، چی بوده میتونه که نفهمیدین؟ کدام چیزه؟ نه زن سیل نکو. خوب است، پس من دیگه میرم. دخترم حق به جانب است. گپ کلان میکنی. آیا او آدم چرا باید حق شکار کنه؟ چیزایی هستن که نمیفهمی خیریه. چیره من نمیفهمم کوکسال. گمش کو پشش نگرد. کوکسال تو از من چیره پت میکنی؟ بیادر خوش آمدین. کدام چیزی میخواستین بفرمایین. دیروز در این طرفا یک حادثه شده. کسی که نامش مولا علی از فروشنده ما را غرض گرفته. شما خبر دارین؟ این مواد لعنتی را کی به این بچه فروخته؟ مولا سنگ دو سرک بالا چند نفر ناشناس بودن. همونا بوده میتونن. چرا وقت به من نگفتین؟ بیادر او نفر شما بود؟ او در این طرفا مواد مخدر میفروخت. مولا علی هم کمی نصیحتش کرد بس همه قدر بیادر. نصیحتی چی ها بیادر؟ قسمی که میفهمین او بچه را زده. چی؟ کی زدش؟ بیادر شما حتما اشتباه کردین. مولا علی را که ما میشناسیم هیچ کسی را زده نمیتونه. یعنی امکان داره که زده باشیش. بالاخره هر انسان قاتل شده میتونه. مولا علی هم شاید زده باشیش. یعنی 100% زدش. به از او دیروز در منطقه او بچه را تهدید کرد بیادر. فقط همی آدم کشتنش مانده بود که همی کارم کرد دیگه. واضح بود که مقسم میشه. آقایان بفرمایین یک گلاس چای ما را بخورین. فکر کنم دخترتان فارماسیست است. بله. فکر میکنم این دواخانه از امو است. بله. نه آقای محترم، ما شما را ناراحت نمی‌سازیم. استغفرالله، ناراحت چی؟ بفرمایین. حالا دیگه خدا عبدالله با مهمانای ما چای بیار. بفرمایین بیاین. حالا سلام علیکم. علیکم سلام. خوش آمدی. خوش باشین. خوش آمدی. خوش باشین. اینجا بندازش. مولا صاحب این آدم درباره توپ برفی از کجا میفهمه؟ نه که بیادرتان بوده میتونه. گرچه هیچ به شما شباهت نداره اما نه خدا داد. این فقط یک مورد ساده است. گفتم میتونیم که مجبورش کردن خدا داد تا این نفر سر من فیر کنه، اما اگه بیادرم می بود از من فرار نمیکرد. اگه بیادرتان می بود با سرتان فیر نمیکرد. اما کسایی که این کار سرش کردن امکان داره بیادرم ما بشناسن. شاید درباره توپ برفیام از بیادرم شنیده باشن. یعنی اگه اونا را پیدا کنم باز به این معناست که بیادرم ما پیدا کردم میتونم. انشالله مولا صاحب. انشالله. تو هم اینجا باش خدا داد. متوجه یادم باشی. من میرم سیف داره اینجا میارم. با گوشهای خود بشنوه که بیادرشم من نزدیم. سعیس مولا صاحب. من رفتم دیگه.
سینان چطور هستی؟ کم درد دارم اما شکر خوب هستم. میخوای که نرسه برات بخوایم؟ نه لازم نیست، تشکر. ما را زیاد ترساندی. چطور است؟ از اتاق خوشت آمد؟ زیاد، بسیار زیاد تشکر. شما را به زحمت ساختیم. توی قسم چیزا را بریم نگو. ما بیادر کلانت حساب میشم. بعد از این به هر چیزی که ضرورت داشتی بدون از اینکه به شرمی بریم بگو. اینجا را مثل خانه خود فکر کن. ببین سینان، شاید شنیده باشی بین ما و خواهرت یگان غلط فهمی به وجود آمده. سینان، در اصل خواسته ما نجات دادن خواهرت از دست کسی است که تو را زده. بازم به خاطر که چرا قسم یک غلط فهمی شده هرچی میکنم خدا بخشیده نمیتونم. اما تشویش نکن، کلی چیز جبران میکنم. حالا دیگه بیادریم. تو پیش از هر چیز کوشش کن که جور شوی و دیگه کل مشکلات ما حل میکنم. تو هیچ تشویش نکن. خودگه حال برات نرسه میخوایم. کوکسال بیبی، ما چیز نگفتم اما قلبم هیچ راحت نیست. چرا؟ وقتی خود ما خانه داشته باشیم. بلیاز خدا خیریه، خانه را که تو خانه میگی از ودم نیست. توبه توبه. او گپ جداسی جدا. آمدیم ده خانه آدم خود انداختیم. هر دقیقه میگی ده خطر هستیم. درست است. بچه ما حتما به خاطر کدام کارکتش درگیر شده، دستش بشکنه و هم زدیش. اما چرا باید همراه ما کدام کار کنه؟ حتما کدام گپ است که گفته نمیتونی. تو از ما چی رپوت میکنی کوکسال؟ خانم خیریه، آقا سینان شما را صدا داره. چی گپ شده؟ چی شده جان مادر؟ تو خوب هستی؟ فضل خدا خوب هستم مادر جان. میخوایم براتون یک چیز بگویم. بگو جان مادر. اما نمیفهم که چه قسم بگویم براتون. بگو یک دانیم، فقط ما ده اینجا هستیم. کوکسال کدام مشکل خونست نه؟ نه هیچ مشکل نیست آقا. فقط در مقابل شما کم شرمنده هستیم. اما قدر های حالی گپا را بان. تو همراه سیفدا گپ بزن. بیاید دم اینجا باشه. خانه کلان است. هم در کنار خانوادش می باشه و هم در اینجا امن است. شالا گرفته که در اینجا نمی باشه. نه شما در قصیش نباشین. حتما میایم. خواهرم با شما نگفتم ما دو منطقه مواد مفروختم. چی؟ تو بازم کار مواد مخدر شروع کردی؟ مادر به خدا و به قرآن به خواست خودم نکردیم. به زور سر تو کار میکردن؟ مادر دقیقه سیویش نباشین. رفت خلاص شد دیگه. او ملامزمی خاطر تو را زده؟ به خدا معلوم. شاید مادر. کسی که مرا زد او را خو ندیدم. مادر جان هوش کنین به پدرم نگوین لطفا. درست است جانم. درست است بچه. درست است. تو جیگر خون نباش. ما بعد از این به اون نفر سلام میتومو. نیکتش غرض دارم. تو با چند آرام باش. بدون دیدن و شنیدن گپ میزنی. همو دختر با خدا همو دختر مناسب خراب کرد. قبلا اون قسم نبود. بیبی آقا خو میگه او دختر همراهی کار ارتباط نداره. شما پشت همو دختره گرفتین. راست میگی، با دختر ارتباط نداره. اما او آدم فروشنده مواد ما رو زده. اما ما یک چیز نفهمیدم. به او آدم در این منطقه مناسب میگن. کلگی برش احترام داره، یک اعتبارم داره، آبرو داره. اما به کار و روزگار مردم چی غرض داره ای آدم؟ اما تو نیست؟ اخو این خودتان نگفتین که او فروشنده مواد است؟ اما تو گفتم؟ خب ببینین مسئله اصلی پیدا کردن کسایی است که به او کار دادن.
سر ما را باید در وقتش قطع کنیم، فهمیدی؟ شاید اونا مروزایی دارن که میخواین اونا را به حقیقت تبدیل کنن. به اونا باید احترام بانیم، اما تو نیست؟ چرا باید احترام داشته باشیم؟ اگر ما اونا را پیدا کنم دمی درخت به خدا ویزانشان میکنم. ده اصل کسایی که به اولادای ما زهر میتن همونا هستن. دویگو او آدم همو کس نیست که صبح ما را از دست او لندغر نجات داد. یک بار ببینه. خدا میفهم همراه پدر درباره چی گپ میزنه. ما چی بفهمم که درباره چی گپ میزنن؟ گفته بود که تجارت پیش است. تجارت چی را خواد کرد؟ با ما چی مادر؟ درست است، تو برو. ما همراه پدر درباره یک موضوع گپ زدم. درست است. سیفدام هستم. باید با هم گپ بزنیم. من هیچ گپی به گفتم با تو ندارم. یک بار خب بشنو. باز چی گپ است ها؟ چی میخوایی؟ چی؟ نمیخوایم گپ بزنم. چرا نمیفهمی؟ مرا راحت بان. سیفدا باید با هم گپ بزنیم. خاط فهمیدی که ما بیگناه هستم. گفتن از شفاخانه مرخص شدین. حال کجا هستین؟ تو از کجا میفهمی که ما شفاخانه مرخص شدیم؟ هم از ما هم از خانوادیم دور باش. گپ فهمیدی؟ دور باش. دویگو درباره او آدم مشهور خبرها را شنیدی یا نه؟ مادر چی میشه یک دفعه با خبرهای خوش بیا. چشم برای او آدمی که هستی نه؟ رفته سر یک نفر فایر کرده. کی؟ کهنه فروش. دخترم تو وقت نام او آدم مشنوی چرا قسم بیعقل میشی؟ من نمیفهمم. کی دیگه باشه دخترم؟ ملا علی علی تو یک کار نمیکنه. البته که نمیکنه جانم. من خیلی گپار از دل خود جور میکنم. اوف، من همراهی دختر بیعقلم چی کنم هیچ نمیفهمم. با ملا علی که زیاد ارزش میتونی سر بیاده رو دختر فایر کرده که او را به خانه خود برده بود. کدام دختر؟ سیفدار میگی؟ نه مادر، تو چی گفته میری ها؟ من چی میگم؟ تو از اون ملاقک هر دقیقه طرفداری کرده میری دخترم. من میگم بیای سرمون فایر کنه که تو راحت شوی. بار کج به منزل نمیرسه. مادر گپای ناق نگو. ای گپار از کجا شنیدی؟ بجز از تو دیگه کلگی خبر داره. فقط تو هستی که گوشای تا پت میگیری از این چیزی خبر نداری دخترم. اما در بیرون همگی درباره او گپ میزنن. از هر کس که پرسان کنی باز برات قصه خود کرد. دختر دیوانیم. استاد خوب فرار کردی، مقبول فرار کردی، اما تو همینجا بود ملاقک. پیلوت ببین هیچ وقتش نیست که تو بعدن گپ میزنم، اما حالا کمی کار دارم. لطفا از سر رایم پس شو. خیریت باشه. کجا بخیر؟ کسی که نفر مرا بزنم ما هم خودشم میزنم. حسابی اون مرمیره که سر نفرم فایر کرده بعد رقم میگیرم. استاد گپای تو را هیچ نمیفهمم. تو از اصل حادثه یک ذرم خبر نداری، اما تو نیست. تو
با این کارهای بیعقلی چطور در این دنیا زنده موندی؟ عجیب است به خدا. کل چیز ما میفهمم لوده. ایران میفهمم که سر سینان چه قسم فایر کردی. ایران میفهمم که از ارتباطاتت استفاده کرده آزاد شدی. اما تا همینجا بود استاد جان. نماز جنازت نزدیک است. حتی چند دقیقه بعد مستقیم طرف قبرستان خود رفتی. پس تو از می خاطر نفرایت که تسلیحشان گرفته به منطقه ما آمدی و این قسمی میخوایی که خود نمایی کنی در منطقه خود ما ترس. تو مر از این نفرای بزدلت میترسانی؟ ودت بچم شما هیچ مداخله نکنین. زیاد وقت شده که با بوکس و لغت جنگ نکده. پشتش دق شده. حالا برات نشان میتم که فایر کردن سر نفر پیلوت چی مانا میتم. حالا که به زبان انسانیت نمیفهمی در صورت به زبان خودت کتت گپ میزنم پیلوت. بیا خدا نشان بده. چی شده؟ او بچه‌ای که در داخل بود مرا زد. چرا از خودت حفاظت نکردی؟ از من قدر کلان بود. ایجا بشین. بیبی سلیمان، تو قول پدر به ما چی یاد داده بود؟ کسی که قوی باشه و کسی برنده میشه که منصرف نشه هیچ وقت را فراموش نکنی، درست است؟ از جایت نخیز. تو باختی. کدام کار نکنی که از بین ببرمت. من نباختم استاد. منصرفم نشده. کسی برنده میشه که منصرف نشه. کسی که قوی باشه و کسی برنده میشه که منصرف نشه. دیگه هیچ وقت گپ فراموش نکنی، درست است؟ رئیس بیادر فراموش نمیکنم کسی که قوی باشه نه، بلکه کسی برنده میشه که منصرف نشه. اگه یک دفعه دیگه کسی تو را زد، تو عمره بزن. تو اگه پایت پس نکشی مجبور میشه که پایش پس بکشه. خیریت است ملاقک. نه که تصمیم گرفتی منصرف شوی. او گپه از کجا شنیدی؟ کدام گپه؟ کسی برنده میشه که منصرف نشه. این گپ کوچه و بازار است. تو نمیفهمی در کوچه ما به کسی که تصمیم گرفتن نمیتونن، به کسی که فرار میکنن، کسی که منصرف میشن جای نیست. چرا ایره پرسیدی؟ نفهمیدم، بگو. دقیقش نشو. ببین پیلوت،
تو از هیچ چیز خبر نداری. کسی که سر سینان فیر کرد پیش ما است. چطور یعنی؟ تو سر سینان فیر نکردی؟ به من دام مانده بودن. سر سینان فیر کردن میخواستن گناه را در گردن ما بندازن. اگه اینطور است او آدم به ما بته باز ما کتش میفهمیم. به زبان خودش هم راش گپ میزنه. نمیشه. او آدم از تو کدم من ضرورت دارم. ای که در پشتی کار دستکی است باید دانه دانه بفهمم. به نظرم موضوع قسمی است که تو میگی استاد. کی اسی آدم؟ از تو چی میخواه بگو برم. مام کوشش میکنم امیره بفهمم. او سینانه. به منطقه ما تو روان کده بودی؟ ای چه قسم گپ هست دیگه؟ چه قسم باشه دیگه؟ اگر در روان کردن سینان به منطقه ما دست کسی دیگه باشه امکان داره با این حادثه ربط مستقیم داشته باشه. آرام باش استاد. سر ما کسی امر کردن نمیتونه. اما من از این به بعد پشتی کار اعلان نمیکنم. تشویش نکو. کار خوب میکنی پیروت. اعلان نکو. اما ایره بفهم او آدم اگه گپ بزنه و بگویه که در پشتی قضیه دست شما 3 نفر است دقیقاً امو وقت سنگ قبرت برات فرمایش میدم. پیلوت چرا برش نگفتی که سینان در منطقه اویگا روان کده بود؟ بچه ما خود شیطان نیستیم. کار خود ما را میکنیم خلاص. اول اصل موضوع را باید ثابت کنیم که چی گپ است. بعد از او حساب هر کس در کف دستش میمانه. حالا اگه با تو درباره گپایی که مربوط ما میشه چیز گفتن خصوصا درباره دنیای برفی اگه از تو چیز پرسان کردن میگه که من هیچ چیز به یاد ندارم. گپا فهمیدی؟ آقا ایگار چیزی را که برام گفتین من کدم اما چی؟ یعنی نمیفهمیدم که موضوع تا اینجا میرسه. سینان بیادر مام حساب میشه. تو چی میخوایی بگویی توکچه؟ به خاطر عشقی که نسبت به سیفداداری نیکاره کردم. سعیس اما میخوایم که کتی سیفدا یک جای باشه. میخوایم اما سر اصل گپ بیا توکچه. اگر سر سینان به خاطر شما فر شده باشه. سعیس درست است. گپ دراز نکو. توکچه در کاری که اصلا وظیفه تو نیست اگر دخالت کنی باز در او صورت خوب گوشای تواز کو گپای ما بشنو. علی به خاطر که سینان در منطقش مواد مخدر میفروخت با مرمی زدش. حقیقت همی است. ای عقل کمته همراه با ای توتیای بیمانای دشمنا بیهوده و بیفایده مصروف نساز. ببینید اگر قسمی که گفتین نباشه تو چی میکنی توکچه؟ ها؟ چی میکنی؟ برو. روز خوش خانم توکچه. شما اینجا چی میکنید؟ نه که شما در زندان نبودین؟ سیفدا اینجا است. نه خیر. ببینین که تو درباره یک موضوع بسیار مهم گپ میزنم. از او خاطر اگه اینجا است نه واقعا نیست. اگر باور ندارین بیاین خودتان ببینین. بفرمایین بیایی. استغفرالله. این حق ندارم که خانیتونه بپارم. دیگه از شما توقع هر چیز میره. دروغ است. فقط به کسایی که میخواین باور کنن حقیقت داره خانم توکچه. روزتان خوش.
یک دقیقه دیگه هوش کنید یک خطر قبول نکنی. میفهمم قصدن ای کار کردی. من فکر کردم هیچ فکر نکو توکچه. فقط کار را بکو که من میگم. پولی را که میگیری برات حلال شوه. گپا فهمیدی؟ خوب است. ببین چقدر خوب به تفاهم میرسیم. آقای گار اگر شما برین خوب میشه. سیفزا چند دقیقه بعد میه. یک دقیقه دیگه موصله که باز میرم. سلام. شفا باشه. بیادرت با مرمی زدن. زنده باشی. به تو اخطار داده بودم. تو چی میگی ها؟ اخطار چی؟ به تو گفته بودم که تلی ای کار نکن. گفتم نزدیکش نباش. در اون مغز تو چی میگرده ها؟ به خاطر که علی سر بیادرم فیر کرده گناهکارش مستم. اوشه دیگه نمیفهمم از وقتی که تو در نزدیکایش هستی قسم میشه. زندگی او را در خطر مندازی. پیش از تو علی هیچ مشکل نداشت. پسی به این معناست که علی را درست نشناختی. تو چی میگی ها؟ امی دیروز که علی آشنا شدی. ما درباره علی کل چیزا میفهمم. کل چیزا. در این صورت بازم علی را صحیح نشناختی. یا شاید علی را اشتباه شناختی. ای دیگه چی مانا میته؟ مثلا علی به تو استعدادهای عجیبش نشان داده یا نی؟ تو درباره چی گپ میزنی؟ ایرا میفهمیدی که در تاریکی کل چیزا میبینه؟ نمیفهمیدی نی؟ یا ایرا میفهمیدی که بدل خود میتونه چراغای ترافیک تغییر بده؟ به نظرم ایرم نمیفهمیدی. گوش کن. ای به این ماناست که در این مدت کم ما علی را بیشتر از تو شناختیم. اما نترس. دختری نیستم که از پشت آدم میبرم که سر بیادرم فیر کرده. برو علی از خودت باشه. مگم به خاطری کار مرنی، بلکه باید علی را قانی کنی، چون که از صبح تا شب پشت من میدوه. به خاطری که میخواه بگوی سر بیادرم او فیر نکده. پشت من هیچ اعلان نمیکنه. گپ من فهمیدی؟ سیفدا بازم تو؟ کسی که سر بیادرت فیر کرده را پیدا کردم. میشه چند دقیقه با هم گپ بزنیم؟ دیگه به خاطر گپ زدن هیچ گپ باقی نمونده. مرا راحت بان لطفاً. علی من میفهمم که تو بیگناهستی. زنده باشی خانم دویگو. میفهمم. در یک جنجال بند ماندی که ازش منصرف شده نمیتونی. در یک بلای افتادی که نجات پیدا کرده نمیتونی. اما من سرت اعتماد دارم. میفهمم که دوباره از اون کل چیز برآمده میتونی. میفهمم از کل ای بلاها نجات پیدا میکنی. دقیقا مثل سابق در این منطقه آرام زندگی خود کردی. خب تو به من چی میگفتی؟ میشه قدم بزنیم؟ بله کاکا. چی؟ کپچه در پیش علی است؟ در کجاست؟ درست است. محلش میکنم. میخواستی برام چی بگویی؟ برات گفته بودم که من بیگناه هستم و ایره برات ثابت میسازم. اگه امرای من بیایی باز میفهمی که ما بیادرت با مرمی نزدیم. ایره چی قسم خواهد فهمیدو؟ برات خود گفتم آدمه که سر بیادرت فیر کرده پیش من است. اگه کت ما بیایی باز کل چیزا برات توضیح میده. خب من ایره از کجا بفهمم که آدم خودت نباشه علی؟
خب چیزایی را که برای توضیح میتم، مثلا میتونی از بیادرتان پرسان کنی سیفدا درست است؟ شاید امو توضیحات تو برش یاد داده باشی اما تو نیست. هرچی نباشه پیش از آمدن من تو در اونجا بودی نی؟ چی شد؟ چرا جواب نمیدی؟ استاد؟ به خاطر که درباره می قسم فکر میکنی تحمل کردن نمیتونم. خاک دهی وضعیتی که در سرم. سیفدا، تو چرا نمیخوای که بفهمی؟ برم توپ برفی گفتن ما و بیادرم یک جای میسازن. فکر کردم بالاخره با بیادرم میرسم. فکر کردم یه اسرع دیگه خلاص میشه. او بیشرف ها مرا در دام انداختن. لطفاً بفهم دیگه. مده قضیه هیچ کدام دام ما من نمیبینم. صحیح است. سرت از این بیشتر فشار آوردن نمیتونم. حالا که نمیخوایی برای حقیقت ثابت بسازم و دیگه سرم اعتماد نداری و با ایگه باور میکنی که ما بیادرته بامر میزدیم و برای دروغ میگم، به تو دیگه چیزی به گفتن ندارم. اما تو فکر کن. علی سایس میرم ببینم گپای چقدر راست است. درست است؟ آدم پست روانی. سارب عجله کو. برات آدرس روان میکنم. امیال حرکت کو. دایگو خواهر کلان. ایزگی جان چند دفعه باید برات بگویم که نیاز نیست مرا خواهر کلان بگویی جانم. ما و تو چند سال فرق داریم؟ 13 زبانم 16 از خاطر قسم میگم. به هر صورت پشت کریم آمدینی؟ بله البته پشت آمدیم. اما یک چیز پرسان میکنم. او بچه اجازه بره که امروز صبح دیجا دیدم. میگه نامش پیلوت است. او تازه دی منطقه آمده. او کی است؟ چی کار میکنه؟ با تو چی؟ هر کسی که از به خود از دیگه کریم تا بگی برو. چرا قدر قار شدی ها؟ نه اگه در بینتون کدام گپ است بگو که بفهمم. چی رب داره ایزگی جان؟ آی دوسترت خوب است. یعنی میگی که او پرنده کاملا آزاد است. هیچ نمی شرمیم تو نیست؟ آی چرا باید بشرمم ها؟ ما حتی در پانتونم قسم یک بچه را پیدا نکردم. حالا برو دیگه ایزگی جان، برو دیگه. من اینجا را بسته میکنم جانم. برو حالا دیگه. روز خوش. خداحافظ. شرمم ندارم. تو آدم از کجا پیدا کردی؟ از طریق پلیس اول موقعیتش و بعدا جایی آدم پیدا کردم. سیفدا مگم خود پلیسا تو را اعلان نکرده بودن؟ چطور؟ پس حالا چرا قدر در جنجالش هستی؟ به خاطر که نمیخواستم در چشم تو ما به حیث آدمه باشم که بیادرت با مر میزده. خب ای که من درباره تو چی فکر میکنم ای چرا قدر برات مهم است؟ پیش از اینکه کپچه گپ بزنه باید دو دنیا بره.
سیفدا خیر خوش آمدی. مولا صاحب میگن که انسان پیش کسی که او را دوست داره اگه بیگناه باشه باز دیگهش مهم نیست. ما چی وقتی گپه گفتیم خدا داد؟ خیلی نگفتین؟ به نظر شما کی گفته؟ توی گپه را بان برو گلاس آب بیار. دیگه وقتش رسیده که آدم بیدار شد. صحیح مولا صاحب. انداختم بیدار شد. وقتش رسیده که گپ بزنی کپچه. اگه بفهمی که من کی هستم اما گپ نزنی پس ایرم خوب میفهمی که من همراه چی کده میتونم. حالا برم توضیح بده. وقتی سینانه فرار میکرد گیرش کردم، بیهوشش کردم، با اونجا بردمش. اول سری آدم، بعد سری او آدم فایر کردم. ما فکر کردم کردشان مرد. سیفدا آرام باش. آرام باش. سیفدا آرام باش. لطفا از بین میبرمش. لطفا آرام باش. آرام باش و فقط گوش کن. هنوز هیچ چیز خلاص نشده. بگو کپچه درباره بیادرم چی میفهمی؟ و این دستور از کی گرفتی؟ بگو دگنه بی شرف. سیفدا پیشانیش غار شد. خدا داد بیشی. باید از اینجا برایم. بیا داخل بیا. این جمع تر است. کی سر او فایر کرد؟ واضح است که نمیخواستن گپ بزنه. اونا کی هستن؟ از ما چی میخواین علی؟ نمیفهمم سیفدا. نمیفهمم. اونا را پیدا میکنم. همراه تو وعده میکنم که اونا را برات پیدا میکنم. چی کردی؟ کشتیش؟ بله. گپ خو نزد نه؟ سارپ علی را بیگناه ثابت کرد. چی؟ چون که سیفدا سر کپچه حمله میکرد. اما ای که مورد گیر داده یا نه نمیفهمم. حال خود فهمیدیم. جواب بده. جواب نمیده. نه که فهمیده چطور؟ حالا دیگه جواب بده احمق. همینجا بیشی. منتظر ما باش، درست است؟ صبر کن نرو. اگه تو را کدام چیزی شوه چی؟ نمیشه. توکلم به خداوند است. چیز نمیشه، باید بیرون برم. نمیشه که نری لطفاً. تشویش نکن سیفدا. چیز نمیشه. زود پس میایم. متوجهت باش. گوش که خدا داد. بگو مولا صاحب. تو اینجا پیش سیفدا باش. از پیشش دور نشی. خب سیس مولا صاحب. چی گپ هست؟ سیفدا پدر و مادرت بسیار به تشویش شدن. کتی تو هم به تماس شدن نتونستن. من خوب هستم. چند دقیقه بعد خودم برشان زنگ میزنم. علی نمیفهمه که کار ما بوده.
با کاکایم خبر بده که کپچه مرده. علی چرا قدیر کدا؟ نه تر سیفدا خواهر. با ملا صاحب تاریکی مثل روشنی است. یک گپ میفهمی؟ ملا صاحب میخواست به من یاد بده که در تاریکی چه قسم ببینم، اما به خاطر که گوشایم صحیح نمیشنوه یاد نتونستم بگیرم. گوشای تو میشنونی خواهر؟ خیلی تو در چی وضعیت هستی؟ نفهمیدم. یعنی میگم اگه گوشایت صحیح بشنوه تو میتونی در تاریکی یاد بگیری که چه قسم روشنی را ببینی. ملا صاحب همه قسم میگه. علی فقط صحیح و سالم پس بیایه. دیگه هیچ چیز نمیخوایم خدا داد. مشکل نیست، حال رفتم میتونیم. خدا را شکر که پس آمدی. خبر دادم از امنیت میاین، به اینجا رسیدگی میکنن. خدا داد تا وقتی که اونا میاین تو دم اینجا منتظر باش. درست از بیادر؟ خب سیس ملا صاحب منتظر میباشم. حالا بریم. آقا کوکسال، میبینم که بسیار بیغم باشیشتی. دخترت کجاست؟ ایره خبر داری؟ بله، خانه توکچیشون است. تو هم باور کردی، اما ترس کوکسال باز او تمثیل کرده. سفدا پیش او احمق است. پیش علی؟ نه، نمیشه، امکان نداره. دختر مکده آدمه که سر بیادرش فیر کنه یک جا بوده نمیتونه. بگو تو ای گپ از کجا خبر شدی؟ توکچه با چشمای خودش دیده، باز یک تمثیل کرده و سفداره بازی داده. چه قسم تمثیل؟ اول یک قربانی پیدا کرده و بعدشان به سفدا گفته که بیادر تا ای آدم با مرمی زده، حتی او آدم هم کشته. فقط به خاطری که سیفدار قانع بسازه یک آدم کشته مترس؟ دقیقاً اماترس. قلب سیفدام البته که پاک است، به او احمق باور کرده. یعنی دخترت در اطراف امی که بچه تا با مرمی زدم میگرده کوکسال. خدایا، گناهی را که کردیم بسیار پشیمان هستم خدایا. فکر ما یک چیز مخشوش کرده. تو چطور تو یک دام افتادی علی؟ او هم باز آدم مثل تو که کل چیز از قبل وقتی حساب. که موضوعی بیادرم در بین باشه و احتمالش باشه کوره پیدا میکنم، کل حساب از پیشم گدوات میشه. او آدمم سر گپ آورده نتونستم. شاید واقعا درباره بیادرم یگان چیزم میفهمید. تو درباره توپ برفی به کسی چیزی گفتی سیفدا؟ نه، نمیفهمم. ها، امکان داره با توکچه گفته باشم علی. با توکچه گفتی؟ بله. خب چرا پرسان کردی؟ چیز نیست. هیچ گپ نیست. از این که سرت شک کرده بودم معذرت میخوایم. و تو بسیار گپای بد گفتم. لایقی نبودی که او گپا را از ما بشنوی. مهم نیست. به این خاطر جگرخون نباش سیفدا. بالاخره به چیزی که با چشمای دیدی باور کردی. این یک گپ عادی است. حتی اگه با چشمای ما میدیدم نباید باور میکردم.
تو به خاطر ما چی کارا که نکدی؟ در اصل همیشه از قلبم یک صدا می آمد میگفت که تو بیگناستی، اما خود دیگه صحیح است دیگه، بس است دی بار دیگه گپ نزنیم. علی، از اینکه تو را از دست بتم زیاد ترسیده بودم. تو هم ترسیده بودی نی؟ از چی؟ از اینکه مرا از دست بتی. نمیفهمم. سینان، چی میشه مرا ببخش. بچیم از خاطر ما در این وضعیت افتادی. پدر چرا قسم گپا را میزنین؟ خب تو یک گپ میفهمی؟ انسان بعضن بدون خواستن خدا میتونه بدی کنه. پدر جان، منظورت از گپا چی است؟ دقیقش نشو، بهتر است که نفهمی. ما یک بار خانه میرم. امکان داره تا حال ای گپ برات نگفته باشم، اما ما تو را زیاد دوست دارم بچیم، اونقدر که تصورشم کنه نمیتونی. هرچی کوشش کردم نشد. بازم کتی و آدم احمق است. شاید وقتی رسیده باشه که در راه خود بری ویگار. تو میخوای چی بگویی سارب؟ ما بدون سفدا نفس گرفتم میتونم؟ نمیشه دیگه، به خودت میبینیش. میشه، باید شوه دیگه، هیچ راه و چاره نیست. چطور که خارج از کشور بری؟ یعنی که از اینجا دور باشی؟ انسان از قلبش دور شده میتونه سارب. تو ما را درک نمی کنی. رئیس بگو. هم آقا کوکسال و هم خانم خیریه رفتن. کجا رفتن؟ آقا و آدمه که سر سینان فیر کرده بود علی پیدا کرد، اما او یک نفره کشته. در این قضیه اویگار و کاکایش دست دارن. من خواهمتو فکر میکنم و این گپا تا ایدام میکنم. وقت مطمئن شده زود برام خبر بتین. اطاعت میشه آقا. موضوع بیادر دیگه از کجا شد؟ حتما اویگار و کاکایش یک قسم درباره توپ برفی معلومات پیدا کردن. در این بارم تحقیق میکنم. کدام چیز دیگه هم است؟ نه آقا، او بیادر درباره یکی دیگه خود ای چیزا نمیفهمه. همیشه باید همه قسم باشه. بچشه پیلوت، با نظر تو در پشتی قضیه کی دست داره؟ سینانه کی با مر میزده باشه؟
یعنی او استاد علی راست میگه یا که دروغ میگه ها؟ ها؟ چی میگی؟ خیرات هست. بازم خاطرات یادت آمد؟ بیادرت به یادت آمد؟ تیره بیبی مثل اشتکا گیریان میکنه، میگه مادرم داده مادرم داده. میتونه تما اولو بکسک پوله برم بیار. من دوست نیستم. پس ما میره مشکننم دیگه توپ برفی دیده نمیتونی. توپ برفی نمیتی. استاد اینا اینجا استنده اتاق داخل شدن. او بکسک پول بشه تو چه میکنه؟ سلیمان تو به ما دروغ نمیگی. تو به ما دروغ نمیگی. او رو تو گرفتی؟ من گرفتم بیادر. یعنی که دزدیش کردم. تو چطور تو یک کار کردی؟ سلیمان او بیادرم است. سلیمان 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 سلیمان. پیلوت کدام چیزی گفتی؟ گفتم اما تو نشنیدی. چی بفهمم؟ ای استاد کلمه را خراب کرد. سینان ببخشین آقا، از پدرم خبر دارین؟ ما امیر از تو پرسان میکنم. اونا موبایل خودم جواب نمیتن. تو میفهمی که کجا رفتن؟ من نمیفهم آقا. پدر چون وقتی که رفت برای چی گفت؟ نمیفهم اما کتمه قسم خدافزی وره گپ زد. ما کجاستیم علی؟ خوات برد از اونجا و قدرم دور نشدیم سیفده. آی به خاطری که بیدار نشم تو موتر گوشه کردی و منتظر موندی؟ بله. تو چه قسم یک انسان هستی؟ من آخ فکر کرده بودم که تو سر بیادرم فایر کردی. پدرم زنگ زده، حتی پیامم روان کرده. هیچ کدامش ندیدی؟ جواب نمیده چطور؟ نمیده. اما به هر صورت بعداً به پدرم زنگ میزنم. راستش پیامش قسمی است که فکر من آرام کرد. وقت خانه رفتم باید به دیدنشان برم. صحیح است.
خدایا کمک ما کن، لطفا کمک ما کن. کوکسال، 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 آی کوکسال، کوکسال تو در اینجا چی میکنی؟ ما با گرفتن دوا آمده بودم خیریه. اوه تو در اینجا چی کار داری بگو؟ کوکسال سیفدا نه که همراه سیفدا کدام کار کرده چطور؟ آی چرا باید همراه سیفدا کدام کار کنه؟ خوب است. کوکسال تو از ما چی را پت میکنی؟ ها؟ خواهش میکنم بگو نه؟ بلی از خدا برم بگو چی را ازم پت میکنی کوکسال جان، بگو برم لطفا. خیریه ما یک گناه بسیار بزرگ انجام دادیم. چه قسم گناه؟ ما یک نفر کشتیم. احمقا، ما به خاطر شما دست ما با خون آلوده کردم. دست ما با خون آلوده کردم. امکان نداره. طفل بچه علی، ما او را کشتم خیلی، او را کشتم. سینان، با او خبر عجله و شتاب شما کجا بردین؟ در خانم نبود. راستش در خانه یکی از اقارب نزدیک ماست. پدرم همی قسم خواست. هم زود میایم. کوکسال چی میشه بگویی گپای دروغ است؟ خواهش میکنم بگو چیزایی که گفتی دروغ است. کاش که دروغ می بود خیریه. مرا تهدید کردن با واسطه شما. برم گفتن که تمام خانواده ما از بین میبرن. برم گفتن که باید اون موتر بم بانم. نمیفهمیدم که در اون موتر طفل بالا میشه. هیچ نمیفهمیدم که اون طفل خورده موتر بالا میشه خیریه. نه 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 نه، اون طفل بالا نکنن، بالا نکنن، این کارا نکنن. خدایا خدایا، تو چطور این قسم یک کار کده میتونی کوکسال؟ تو چطور این کار کدی؟ برم بگو چطور کدی؟ نه که من میخواستم این کار شوه خیریه. با می خاطر شما را به خانه اویگار بردم. چی میکردم؟ از دستم دیگه چیز نمیامد خیریه. خواهش میکنم تا هم دیگه سرم زیاد فشار نبیار. ما بیازو از خودم منصرف شدیم. فقط میخواستم شما را نجات بدم، اما هرچی که کنم نمیشه. پنج سال از بایی درد و غم زندگی میکنم. نه آب را که می نوشم مزیش میفهمم، نه هم غذا را که میخورم. هر شب با یک کابوس خوابیده، هر صبح با امو کابوس بیدار میشم خیریه. سالها گذشت، گفتم درست میشه، کل چیز خوب میشه. فکر کردم که فراموش کردیم، اما نمیشه دیگه. هر گناهی را که یک انسان انجام بده یک روز او گلویش میگیره. سرم هم وضعیت آمده.
بچه امو آدم کشتم، یعنی بچه علی را. بالاخره او مرا پیدا کرد. سیفدا؟ ба канали Диловар HD обуна шавед ва аз видеоҳои нав бохабар бошед.